موضوع دیگه که در این راستا باید ما و شما بفهمیم شرک در صفات و افعال است. مثلا بسیاری کسا در صفات الله شرک میکنن و در افعال الله شرک میکنن. دوستای عزیز، یک وقت ما در پوانتون یوسف علیه السلام بودیم و در این پوانتون همراه ما چند نفر هم جوانا و کسایی که بودن، همراه از اینا ما حساب کردیم تقریبا 70 قسم شرک است. بیشتر از 70 قسم شرک همین قسم ما حساب کرده رفتیم که مثلا چند قسم شرک در ذات است و چند قسم شرک در صفات است و چند قسم شرک در عبادت است و چند قسم شرک در نام ها هست و چند قسم شرک در حکم الله و در شریعت الله هست. این همیشه را کلش وقتی که ما حساب کردیم تقریبا بیشتر از 70 قسم شرک میشه و این که دیدیم بسیار خطرناک است که یک کسی به یکی از یا مبتلا باشه، این دیگه لیحبطن در آیت داخل میشه که اعمال ازی باطل میشه. از این خاطر انسان مسلمان کوشش کنه که اینمی مسائل شرکیات بفهمه، یک بفهمه و خود ازی وقایه بکنه. شرک در صفات او اما الشرك في الصفات والافعال فيكون باعتقاد الشريك له في ذلك. این میگه کسی در ذات چه قسم شرک میشه در صفات الله یا در افعال الله که کسی عقیده بکنه که در صفات و در افعال الله کسی شریک است. فکما ان لله الوحدانیه فی الذات. یکی از علما میگه که همین قسم که الله سبحانه و تعالی در ذاتش وحدانیت داره، فكذلك له الوحدانیه فی الاسماء والصفات والافعال. همین قسم الله متعال برش وحدانیت است در نامهایش، در صفاتش و در افعالش. فلله سبحانه و تعالی الکمال المطلق فی ذلك. الله سبحانه و تعالی در نامهایش و صفاتش و افعالش کمال مطلق داره. لا یتصور فیه نقص، به حال ده هیچ نقصان نمی باشه. آل اشکال شرک در اسماء و صفات ما و شما بفهمیم، این بسیار بر ما و شما مهم است. اول مثلا شکل اولش تشبیه صفات خالق با صفات مخلوق، یعنی مثلا صفات خالق با صفات مخلوق تشبیه کردن. چه قسم این میشه؟ مثلا کمن یقول یدن که یدی و هو الشرک المشبهه. مثل که مثلا یک کسی بگه که ید الله، دست الله مثل دست مخلوق است. این شرک مشبهه است. کسایی که تشبیه میکنن الله را با مخلوق، پس این شرک خطرناک است. یا مثلا بگه استوای الله مثل استوای مخلوق است. اکثرا مشبهه مشکلشان، کسایی که تشبیه میکنن مشرکین مشبهه اونا را میگن، اونا مشکلشان چی است؟ مشکلشان این است که مثلا وجهی که از الله در قرآن آمده، وجهش روش یا قدم آمده یا مثلا ید آمده، این صفات الله را تشبیه میکنه با مخلوق. بعضی اوقات به خاطر فرار کردن از این میگه ما اینو تعویل میکنیم قبول نداریم، باز تعطیل میکنه، اینو باز معطله میگن. این شرک در صفات میشن. پس وقتی که ما و شما مثلا عقیده درست چی از ما میگیم که در قرآن عظیم الشان همین صفات الله به خود نسبت داده، وقتی که الله همین صفات به خود نسبت داده، پس میگیم که این صفات الله همون قسمی که است که به جلال و عظمت الله شایسته است. ما کیفیتش نمیفهمیم، کیفیت داره لکن ما کیفیتش نمیفهمیم چون مربوط غیب است. بنابراین ما این قبول داریم چون در قرآن آمده، این تشبیه هم نمیکنیم و تمثیل هم نمیکنیم، نمیگیم مثل فلانی، یا تشبیه با مخلوق نمیکنیم یا تعطیلش هم نمیکنیم و تعویلش هم نمیکنیم. پس میگیم اینمی صفات ما قبول داریم، صفاتی که مربوط الله هست او مخصوص برای الله سبحانه و تعالی و شایسته به الله هست. با صفات مخلوق هیچ مشابهت نداره. صفات مخلوق مربوط مخلوق است، صفات خالق مربوط خالق متعال است. پس اینال ما این صفات چون در قرآن و سنت آمده قبول داریم، این افعالی که آمده در قرآن و سنت قبول داریم، لکن تشبیهش با مخلوق نمیکنیم. میگیم مخلوق اگر این صفات به حساب ظاهری نامهایشان از مخلوق داره، او مربوط به مخلوق میشه. مثلا من بر شما میگم مثلا مثلا من چشم دارم، وقتی که شما از چشم مرچه گپ میزنین یا از چشم گوسفند گپ میزنین یا از چشم مار گپ میزنین، با چشم از اونها چی مشابهت داره؟
دو مخلوق با هم مشابهت ندارن. این حال چشم من با چشم مخلوق مشابهت ندارن. وقتی که من دست خدا میگم دست من دست مخلوق است، این دست من با دست مرچه هیچ مشابهت نداره. وقتی که دست من گفته میشه مربوط من میشه، وقتی که دست مرچه گفته میشه مربوط مرچه میگه. این حال شما اگر بگین که ما دست مرچه بگیم باید بر شما توهین میشه، من میگم نه خیر، دست من بر من تعلق داره، دست مرچه به مرچه تعلق داره. این حال وقتی که در مخلوقات مشابهت نیست، در بین خالق و مخلوق هیچ مشابهت نیست، چون خالق صفات خاص خود داره و مخلوق صفات خاص خود داره. از این خاطر ما باید وقتی که در قسمت الله اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که در مورد ذات الله و صفات الله و نامهای الله و افعال الله در قرآن گفته میشد و در حدیث گفته میشد، بر از اونها هیچ سوال پیدا نمیشد. چرا پیدا نمیشد؟ به خاطر از اونها میفهمه که این مربوط الله هست، اون تشبیه ما با مخلوق نمیکنم. وقتی که از الله بحث میشه ما از ذهن خود مخلوق کاملا دور میپرتیم، میگیم این کلش مربوط به الله سبحانه و تعالی. فعلا ما درباره الله صحبت میکنیم، اما باز وقتی که درباره مخلوق صحبت میکنیم اون مربوط به مخلوق میشه. پس یکی از شرکی میشه که مثلا نسبت صفات الله به مخلوق شود. شکل دوم شرک در صفات چه قسم میشه؟ که صفات مخلوق به الله داده شود. این حال مثلا بعضی صفات و افعال مخلوق داره. مثلا من خواب میکنم، خواب نشانه عاجزی من هست. مثلا من خو میبرم، من مثلا پینگی، مثلا اگه میال درس زیاد بودم من خسته میشم، سرم تو گنگس میره. یگان وقت یگان استاد دیده باشین در جریان درس هم تو خوابش میبره. این حال الله متعال در قرآن عظیم شان میگه لا الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله حی، زنده حقیقی هست. این خواب کسی یک قسمتی از مثل مرگ واره هست. الله زنده حقیقی است. القیوم، قیومیت داره، کل جهان کنترل میکنه. چی است؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. الله سبحانه و تعالی را نه مقدمات خواب میگیره نه خواب میگیره. این حال این صفات ما مثلا صفات خوب هم داریم، صفات ضعف هم داریم. صفات خوب ما مثلا خوردن است، نوشیدن است، ازدواج کردن است. با اگر صفات خوب ما هم هست، این صفات مخلوق است. و یا مثلا صفات زشت داریم، مثلا دروغ میگیم، بخیلی میکنیم، مثلا این چیزاست، پس این صفات زشت است. این حال یهودی‌ها چرا کافر شدن؟ به خاطر از این کافر شدن که صفات مخلوق برای الله دادن. مثلا الله سبحانه و تعالی میگه که وقالت اليهود ید الله مغلوله، گفتن العیاذ بالله ید الله مغلوله، یعنی گفتن که دست الله سبحانه و تعالی بسته هست. چی معنی؟ یعنی قصد یهودی‌ها چی بود که میگفتن؟ یعنی العیاذ بالله، ما معذرت میخوایم، آیت قرآن است و که کفر از اینا رو بیان میکنه و ما او رو نقل میکنم که یهودی‌ها میگفتن که العیاذ بالله بیادبی میکردن و میگفتن که الله مثلا بخیل است. این حال نسبت صفت بخیلی رو به الله کردن، این سبب چی میشه؟ سبب کفر میشه. یا مثلا صفت چی رو کردن؟ خستگی رو کردن. گفتن الله متعال آسمان ها و زمین وقتی که خلق کرد در 6 روز، روز هفتم که روز شنبه بود میگه خسته شد. یهودی ها گفتن و بالاخره استراحت کرد. العیاذ بالله الله متعال رد کرد و گفت که ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی 6 ایام، ما خلق کردیم آسمان ها و زمین در 6 روز و ما مسنا من لغوب، لکن ما را هیچ نوع خستگی نگرفت. اینی نسبت دادن این صفات خستگی و صفات خواب و مقدمات خواب و نوشیدن و ازدواج کردن و اینیا را به الله نسبت دادن، این کلش سبب چی میشه؟ سبب کفر میشه. پس ما صفات عقیده درست چی است که صفات مخلوق به الله نسبت نمیدیم، میگیم که صفات مخلوق صفات ضعف است و عاجزی است و نسبت دادن ازی به الله سبب کفر میشه. مشکل دیگه مثلا شرک چه قسم است که از نامهای الله نام برای مخلوق اشتقاق میکردن. مثلا کسایی که الحاد در نامهای الله میکردن چی هست؟ که اینها در نامهای الله شرک میکردن. هو العدول بها و بحقائقها و معانیها عن الحق الثابت. مثلا چی کردن؟ مثلا در نامهای الله مثلا او را از معنای حقیقیش و حقیقیتش دور میکردن، او را به اشکال دیگه ایره میبردن. شکل چهارم چی است؟ ادعا کردن صفات الله برای مخلوقات. مثلا این هم شرک در صفات است. مثلا بسیاری وقتا ساحرا، جادوگرا، تعویذگرا مشکلشان چی است؟ چرا یک ساحر
کافر میشه، چرا یک جادوگر کافر میشه، چرا یک فالبین کافر میشه، چرا بعضی کسایی که تعویض میتن اینا کافر میشن؟ مشکلشان این است که اینا صفات الله را ادعا میکنن، علم غیب الله را ادعا میکنن. مثلا وقتی شما پیش یک فالبین برین یا سیل کنین، فالبین میگه که والا این ما در کف دست تو دیدیم، یا هم سنگکا را میپرته یا کتاب خدا باز میکنه که سر تو یک هفته بعد اینی قسم یک مشکل میه، یک سختی میه. با ادعا کرد که من علم غیب دارم، از یک افتباد خبر میدم. الله میگه که و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. یک نفر نمیفهمه که فردا چی میکنه. یعنی من نمیفهم خودم و نمیفهم که شما و نمیفهم که فردا چی میکنین. شاید فردا مرگ ما باشه، نمیفهمم. شاید فردا مثلا مدمی جای نباشم، من تصمیم دارم همینجا باشم، لکه فردا همینجا نباشم. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. صبا نمیفهمه که چی میکنه. بسیاری وقتا انسان خوب یک پلان میداشه با که صبا من این کارا میکنم، لکن نمیتونه کرده. یک دفعه یک حالتش تغییر میکنه، عجل سرش میاد، کل پلانایش از بین میره. اینا رو تعویضگر و فالبین و جادوگر اینا چی دارن؟ علم غیب ادعا میکنن. یک مشکلشان اینی شرک است در صفات الله. دوم باز چی میگه؟ باز میگه که وقتی که این خب وقتی که این سر ما یک هفته بعد غم میه، خیر تقدیری من نوشته شده، میگه بله این نمی قسم نوشته شده. باز ادعا میکنه که من میتونم که تقدیر تو را تغییر بدم، همین مشکل تو را برای چی کنم؟ تغییر بدم. اینه بازی و بالاخره بازی نسبت میدن به ستاره ها. باز میگه ستاره تو آفتابی هست و ستاره از دیگه آتشی هست و ستاره تو آبی هست و ستاره از دیگه فلانی هست. پس ما میخوایم مثلا ستاره های شما را تغییر بدم. این از طریق ازی اینا چی میشن؟ بسیاری کسا ادعای صفات الله را میکنن. اینی از این خاطر اینی مسائل سبب چی میشه؟ سبب شرک و سبب کفر میشه که کسی صفت از صفات الله سبحانه و تعالی را ادعا بکنه. شکل پنجم گذاشتن نامهای الله برای مخلوق. مثلا در حدیث شریف آمده که بدترین نامها کسی است که بگوید که ملک الاملاک یا شاهنشاه بگوید. اینی شاهنشاه یا چی معنی؟ یعنی شاهان شاه شاهان، از تمام پادشاه ها را این پادشاهی شد، یعنی ملک الملوک. این یک صفت از صفات الله متعال برازی میگن. مثلا بسیاری کسا بعضی از نامهای الله سبحانه و تعالی را، مثلا نامهای الله را مثلا الهه، این نام الله را مؤنث ساختن و سر یک دختر نام گذاشتن. حتی ما یک کسی را شنیدم که مثلا نام رحمان که مخصوص الله هست، این مؤنث ساختن، نام یک زن رحمانه مانده. و این شرک است در نامهای الله سبحانه و تعالی. اینا لات و منات یا چی بودن؟ اله مؤنث ساختن گفتن لات. منان، صفت منان الله را مؤنث ساختن گفتن منات. متوجه هستین؟ اینا کل شرک است در نامهای الله سبحانه و تعالی. خب علمای اسلام در این باره، در کسایی که در صفات الله سبحانه و تعالی و در افعال الله سبحانه و تعالی، مثلا در افعال الله متعال شریک میسازن. مثلا بسیاری از افعال الله را به مخلوقات میدن. فلانی نفر شفا میده، فلانی مثلا بچه میده، فلانی دختر میده، فلانی میده. این کلش اشکال هست که شرک است در چی؟ در افعال الله سبحانه و تعالی. فلانی نفر است، مثلا فلانی قبر است یا زیارت است، درد جور میکنه. ابراهیم علیه السلام میگه و اذا مرضت فهو یشفین. وقتی که من مریض شوم الله شفا دهنده هست، او مرا شفا میده. یشفینی، مرا الله شفا میده. ایناله یا چی میگن که نه فلانی کس میتونه تو را شفا بده، فلانی کس تو را پسر میده، فلانی کس تو را دختر میده. ایناله صفات دختر دادن، پسر دادن، خلق کردن، شفا دادن، تقدیر کردن، علم غیب داشتن، اینیا رو به مخلوق دادن، این کل شرک هستن در چی؟ در صفات الله سبحانه و تعالی. حماده ابن عبدالله ابن حماده جبرین یکی از مفتی ها هست، میگه فمن سمى غیر الله باسم من اسماء الله تعالی معتقدا اتصاف هذا المخلوق بما دل عليه هذا الاسم مما اختص الله به او وصفه بصفه من صفات الله تعالی خاصه فهو مشرک فی الاسماء و صفات. میگه کسی یک نام از نامهای الله را به یک مخلوق میده و باز بر از او به امی عقیده را می داشته باشه که یعنی صفت داره، میگه این مشرک است. مثلا یک کسی را میگن که این چی هست؟ این قیوم زمان هست. قیوم زمان
اینا قیوم الزمان میگن و باز میگه یعنی قیوم. ببین از صفات الله سبحانه و تعالی چی است؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم، زنده حقیقی و القیوم الله هست. بعضی کسا مثلا یک مخلوق میگه که این قیوم زمان هست. وقتی که قیوم زمان گفت و به این عقیده داشت که این امی صفت داره، میگه این مشرک است و هو مشرکون فی الصفات، میگه این شرک آورده در صفات الله و این شرکش هم شرک اکبر است. و در جای دیگر میگه فمن ادعا ان احدا من الخلق يعلم الغیب فقد وقع فی الشرک الاکبر المخرج من المله. میگه اگر یک کس ادعا بکنه که یکی از مخلوقات علم غیب داره، ایده شرک اکبر داخل میشه که ایده از ملت اسلام خارج میکنه. لان فی ذلك ادعا و مشارکت الله تعالی فی صفت من صفات الخاصه به، چرا این یکی از صفات الله سبحانه و تعالی را ادعا میکنن. امیال بسیاری کسایی هستن که بعضی از مخلوقات بسیار افراد میکنن و برازو میگن که علم غیب داره، اینی فلانی شخص ولی الله هست علم غیب داشت، فلانی شخص مثلا اولادی پیغمبر از علم غیب داره. اینالی علما میگن که اینمی کلش کسی که ادعا را بکنه این شرک آورده است. مثلا در قسمت جهمی ها میگن که میگن و هم من اخبث الخبائث و الطوائف و مذهب فی الصفات و الاسماء انکارها و تعطیلها. جهمی ها یا بیخی اسماء و صفات الله را انکار میکنن و یا تعطیل میکنن. پس اینی هم شرک است در چی؟ در صفات الله سبحانه و تعالی. پس ما و شما یک قاعده بسیار خوبی داریم که ما باید 6 قاعده هست که صفات و افعال الله سبحانه و تعالی را بشناسیم. قاعده اول. قاعده دوم صفات و افعال مخلوق را بشناسیم. قاعده سوم صفات و افعال الله را بشناسیم، این قاعده اول. و صفات و افعال مخلوق را بشناسیم، این قاعده دوم. صفات و افعال الله را به مخلوق نسبت ندیم، این قاعده سوم. صفات و افعال مخلوق را به الله نسبت ندیم، این قاعده چهارم. صفات و افعال الله را از مخلوق نخواهیم، این پنجم. و قاعده ششمی است که صفات و افعال مخلوق با هم تشبیه نکنیم. بگوییم صفات الله و افعال الله مخصوص و نامهایش مخصوص الله هست و به جلال و عظمت الله شایسته است، هیچ مشابهت با صفات و افعال مخلوق نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.